سلام. توی این قسمت میخوام در مورد این که حالا اون کدمون رو بهینه کنیم صحبت کنیم و حالا ماشینا رو برداریم. خب این ماشینا بودن، من ماشینا رو فعال کنم. خب این ماشینای ما بودن که فعال میشدن، ما باید اینا رو هم غیر فعال هم بکنیم در نتیجه. خب من میام ماشین رو از زیر مجموعه این استونزمون پاک میکنم و یک استونی مثل این کپی و به این زیر میندازم. خب بیا اینجا. حالا که این استونزه بده، ببینم استون بهتری داریم که یکم مثلا در واقع این جهتهاش برای ما مشکل ساز نباشه. ببینم خب این خوبه، این خوبه. خب این سنگ خوبه و حالا من یکم میام بزرگترش میکنم. خب حالا شما چیزی مثل تنه درخت هم بیار اینا. خب حالا ما فعلا اینو میاریم، بعد اون بازی رو قشنگ خواستیم بهترش کنیم چیزی هم میاریم. یه سنگ مثل این، خب میارمش بالا به این صورت، بره تو زمین یه مقدار، این بره اینجا. خب بعد حالا یکم بعد رو زمین بیاد به این صورت بشینه. خیلی خوب، این یه مانه. ببینم اینه، آره. خب این بره زیر مجموعه این، اسمش میشه استون -1، یک کپی. این بیاد حالا اینجا مثلا، ببینم رو زمین هست، یکم بیا اینجا و بیا اینجا. خب به این صورت این بشه استون 2. واسه این نامگذاری میکنیم که بدونیم. خب حواستون باشه این بیاد اینجا و اینجا بشینه. یه دونه دیگه، نه یه لحظه، این استون 3 ننوشتم این رو. خب یه دونه کپی دیگه از این و این بشه 4. خب اینو میبرم اینجا، بیا اینجا بشین. خب بیا اینجا خوبه. اوکی چاش خوبه. حالا استون میکر رو باز میکنم. خب اینا مسیرهایی بود که قرار بود ایجاد بشه. ما استون میکر رو که باز کردیم، یک استون به این میدم، یک استون به این میدم، یک استون هم به این. حتی میتونید همه یه جا بذاریم. خب من خواستم فقط تنظیمش رو ببینم. اوکی. بعد حالا استونامو غیر فعال میکنم به جز شماره 1. از یک چندین حالا کپی میگیرم، یک رو دوباره برمیگردونم سر جاش. خب حالا من اینا رو غیر فعال کنم ببینم اگر اینا رو که مثلا می‌نویسم 5 و 6، خب ببینم اینا آیا همین تو هوا باشه و من غیر فعالشون کنم، موقع ایجاد میرن رو زمین یا خیر؟ فکر نکنم روی زمین برن، چون باید اول رو زمین بذاریمشون بعد مثلا بریم به حالا کدمون اینا رو نسبت بدیم. خب من 10 تا مانع ایجاد کردم که یکم شلوغ باشه بازی. خب و میام تو استون میکر اینو من برای 10 ارتقا بیشترش میکنم و میگم بیا شماره 5 رو بگیر از اینجا شماره 6 رو بگیر، 7 8 9 و 10. خب یادتون باشه همه اینها رو حتما غیر فعال کنید. من محض احتیاط میارمشون پایین یا با فعالش کنم ببینم. خوبه، محض احتیاط آوردمشون پایین و همه رو غیر فعال کردم. خیلی خوب، یه تستی بگیریم ببینیم به چه صورته. خب یه مانع اینجا ایجاد شد، یکی اون بغل ایجاد شد. چرا ایجاد نمیکنه؟ آها خب ایجاد کرده که اینا همشون فعال شدن. حالا واسه اینکه اینا رو من غیر فعال کنم بعد چه کار کنم؟ میام دوربین رو میارم، حالا دوربین که همین پلیر خودمون. خب میام چه کار میکنم؟ یه دونه گیم آبجکت درست میکنم، میگم مثلا اسمش انتخاب نکردم. خب گیم آبجکت انتخاب، میگم this draw year. خب نابود کننده مثلا. همین اسم رو کپی میکنم، میام توی پوشه اسکریپتم یه دونه فایل C# درست میکنم. خب حالا بعدش میام دیستروی رو انتخاب میکنم، اد کامپوننت باکس کولایدر رو بهش میدم و میگم شما این باکس کولایدر رو بیار عقب. خب
این رو انتخاب میکنم، یکم کوچیکش کن مثلا انقدر و میرم این زیر میگم بیا بالا ببینم اینجا خوبه. خب تا اونجا و تا اینجا میکشمش، اینم یکم بیارم پایین تر. خب میگم هر چی توی این محدوده اومد رو تو حذفش میکنی، استریگلش هم ترو میکنم که ازش رد بشن. خب و یکم مثلا عقب‌تر هم بیارم که وقتی که مثلا خب نابود شد کاربر نبینه نابود شدنش، عقب‌تر نابود بشه. اوکی خب یه سیو میکنم. خب بریم توی کدمون. خب بذار من کد باز کنم. حالا بعد یک تابعی بنویسیم. خب توی این تابع میگم void، چیزی رو نمیخوام برگردونم، مثلا میگم destroy stone. خب سنگ مثلا. اوکی بعد میگم if اگر بذار این تابع ما یک ورودی میگیره از جنس collider و میگیم collider. میگم if اگر collider dot tag dot بذاریم چی داشتیم، نه همین تگش کافیه، برابر بود با میگم چی stone، تگش برابر بود با این، بگو collider dot setActive یا ببینم enableش برابر false. خب نه این در من collider رو غیر فعال میکنه. خب بعد بگم چی object dot setActive، یعنی اون شی collider اومده توش، خب اون رو مثلا را غیر فعالش بکن. میرم توی یونیتی میام چیکار میکنم، میام همه این استون هام رو انتخاب میکنم. اوکی بهشون add component box collider میدم و خب باکس collider باشه، به همشون اینجا add tag رو میزنم، یک تگی میدم به اسم stone. ببینم این بود یا این یکیه، نه این یکیه این نیست. خب میگم stone. خب بعد برمیگردم اینجا ببینم استون اومد، نه فکرم همین بود. کدومه؟ چرا این تغییر کرده؟ خب الان من سیو میام اینجا استون نیست، چرا؟ اد تگ. خب من استون رو اینجا می نویسم، بعد میام اینجا استون اومد. خب بذار استون رو درست بکنم با اس بزرگ. خب میام تمام استون هام رو انتخاب میکنم، اد تگ و تگ استون. ببینم استون رو درست نوشتم. خب استون درسته. حالا اینا رو بهشون و کولایدر رو دارن. یک بار من بیام تمام استون هام رو انتخاب، خب و اینا رو نمایش بدم ببینم. خب بگم کولایدر ها رو بعد تنظیم کنیم واسه همشون، یعنی مثلا بچسبونیم اینجا بالا همینطور، ببینم جلو عقب به چه صورته. خب اگر همشون رو نگه داریم واسه همشون تغییر میکنه آیا؟ فکر نکنم، نمیدونم. خب anyway ما همه دوباره انتخاب کنم. البته روی گیم آبجکت هم کلیک راست کنیم و ست از چیلز بزنیم بازم میاره. خب من اجرا میگیرم از بازی ببینم به چه صورته. یکی اینجا گذاشت، مثلا الان دارم بهش برخورد کردم. خب بذار من برم توی خب این ور تو اینجا عبور بکن و من این گیم آبجکت رو بنازم این سین رو بنازم اینجا و خب تو بیا اینجا. این نابود نشد. من به دیستروی هم خب باید این تابع رو این کد رو بدم. الان از اول اجرا بگیرم، بیام پیش پلیر. خب یک سنگ ما ببینیم کجا ایجاد شده، بریم دقیق چک بکنیم. مثلا این سنگ اینجا ایجاد شده، درسته یکی اونجا ایجاد شده. خب بریم نابودش میکنه آیا؟ نه. چرا؟ خب بذار ببینم. حالا بریم تستی بکنیم ببینیم اون سنگ چرا نابود نمیشه.
میگه چی؟ میگه انجین رندوم خط C. خب من چک بکنم وقتی ویدیو رو نگیرم. خب مشکل رو فهمیدم کجاست. مشکل اینجاست که ما باید اول اینجا آودر بذاریم که وقتی این کلاید با کلاید دیگه اشتباه گرفته نشه. خب و بعد از این اسم استفاده کنیم on trigger enter که چی بشه؟ که زمانی که مثلا چیزی ورودی اومد این دریافتش بکنه. نگاه کنید من این ماشین میذارم اینجا. خب پلیر رو بیارم، این سنگ نگاه اینجاست، درسته؟ خب الان این سنگ نباید این پشت بمونه. خب اصلا این بغل رو نگاه کنید، نگاه کنید سنگ ها یکی یکی خب چی میشن؟ هم فعال غیر فعال، فعال غیر فعال. خب تا زمانی که حالا مثلا به یکیش برخورد بکنه. حالا ما باید یک کدی رو بنویسیم که کاربر اگر مثلا به یکی از این استون ها خورد چه اتفاقی بیفته؟ مثلا بسوزه دیگه. حالا میدونی چی میگم؟ آره. خب اینم برای بهینه سازی این قسمت و حالا جاده و سنگ و اینا. و باید حالا یک کدی رو بنویسیم که تعداد بیشتری اینجا سنگ باشه که یکم راست و چپ رفتنش بیشتر بشه. خب